برنامه اخباری آزادی را من مومین احمدی پیشکش شما می‌گردانم. درود بینندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را خلاصه می‌کنیم. امروز 23 اپریل است. نگاه به سرخط خبرها. جسد یک نوسرباز را پس از 2 هفته خدمت به نزدیکانش سپردند. مقامات گفتند از بلندآشیانه افتاد، نزدیکانش باور ندارند. جزئیات قتل 2 زن و 1 کودک در کولاب از زبان نزدیکان. افزایش زنکشی در تاجیکستان از نگرانی‌ها و تبدیل به یک تمایل شده است. دخترام همش تای خونن. ای گفتم خانم سوخت، بچم شما را کی تحریک کرد؟ سرنوشت جوانی در ولایت سوخت که معیوب شد، مادرش درگذشت و خانه‌اش سوخت. پس از گزارش‌های رادیو آزادی زندگیش تغییر کرده است. جسد یک جوانی 25 ساله ساکن ناحیه رودکی که ماهی مرد به ارتش رفته بود پس از 2 هفته به نزدیکانش سپرده شده است. مقامات گفتند که او از یک بلندآشیانه افتیده است. والدانش به این گفته باور ندارند. همکارم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله با نزدیکان اسرافیل عظیمزاده صحبت کردند. همگی پس از 2 هفته خدمت حربی پیکر این جوان 25 ساله به خانواده‌اش سپرده شده است. مادر سرباز میگوید پسرش اسرافیل عظیمزاده را روز 30 مارس به ارتش جلب نمودند و چند روز پس از فرزند دیگرش خبردار شده است که او در بیمارستان است. در بالینسا با کوری خود در طوری کتالکو خیلی کم گاوزاده است. میگن چوکادی هم نظر گرب هم نظر خیلی وضعیتش بیزیب. با همونجا خیلی بسیار افسر و امی کماندیر و امی خیلی امیت رفته امی خیلی بسیار میگن چوکادی بچه مرا خیلی میگن که غلطی ده. من اونجا گفتم چه رفتم و ما آدمو میگن که شکم درد کرانتینه نشونه دادن. ایوم شما میگی غلطی ده، من هیچ نفهمیدم. او با فرضیه افتیدن پسرش از آشیانه 4 باور ندارد. اگر وای یگان بلندی میغلطید خیلی او خیلی شکست بوری بعد نمیشه رنگ شیشه بوری. این چقدر وای زد یعنی بچه را با ایمو 4 متر دنگاله کردگیان. با قول خانواده او در قسم حربی 0123 نیروهای مرزبانی خدمت میکرده است. در این قسم حربی گفتند بنا بر خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات نمیتوانند موضوع را شرح دهند. اسرافیل 1.5 سال پیش خانه‌دار شد. از او یک دختر 6 ماهه یتیم مانده است. با گفته همسرش اسرافیل در بستر بیمارستان از لطکوب شدید حکایت کرده است. در همون حالت وزبینه که قرار داشت با توانایی مردانه گفته که اینمی 4 تشکر همیود فرمان دادن و زدن لطکوب کردن. با غیر از او 4 نفر دیگر با 17 کسی دیگر هم نشان دادن. بعد ما را دیگر گفتن که اجازه ندادن که دیگر در پیشش بسته. بعد برای گفتن دیگر نموندن. بعدی همون ما را بلنیسی هم خونه را بین گفتن کودک بسیار گریه کرد. خونه آمدیم که نماز شام بود که زن زده که گذشته گفتن. تا حالی را باوریم نمیشه. آدمی که سرش در نمیکرد بدن و پای خودش رفته بود مردش آورده. پدر اسرافیل سالها پیش فوتیده، خود او مردیکاری میکرده است. حالا خانواده‌اش از مقامات میخواهند نخست عاملان مرگ سرباز مجازات شوند. بعداً به وضع زندگیشان که پس از مرگ اسرافیل سخت‌تر شده است رسیدگی کنند و دختر او را زیر سرپرستی گیرند. فعلا معلوم نیست که خواهش آنها تا کجا اجرا می شود و پرونده مرگ سرباز به چی می انجامد. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش گفت سال 2025 جنایت‌های حربی 123 عدد را تشکیل می‌دهند که از اینها 66 عدد جنایت‌های مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی می‌باشند. در شهر کولاب خانواده 2 مادر جوان و 1 کودک ماتم دارند که داماد خانواده روزی 2 اپریل بی‌رحمانه آنها را کشت. قتل زن به دست شوهر در تاجیکستان در 2 سال اخیر زیادتر شده است و تا حدی که جامعه شناسان میگویند به تمایل تبدیل یافته است. در تاجیکستان آماری علاهیده‌ای درباره زنکشی نیست. جستجوی کوتاه رادیو آزادی فقط در وبسایت وزارت کارهای داخلی نشان داد که سالهای 2024 و 2025 زیاده از 10 مورد زنکشی ثبت شده است. این تنها موردهایی است که وزارت درباره آنها رسما خبر داده پرونده جنایی باز کرده است. در بیانیه‌ها گفته شده است که زنان تاجیک را یا شوهرانشان یا مردان خویشاوندان و یا همسران سابقشان کشتند. گزارش را با هم می‌بینیم.
از این خانه در شهر کلوب در یک روز 3 تابوت برآوردند. پیکری خواهران زهرا و تهمینه، یکی مادر 2 فرزند، دیگری حامله و خواهرزاده 6 ساله آنها را شب 2 اپریل در خانه پدر پیدا کردند. والدان که در اتاق دیگر می‌خوابیدند از فریاد و کمک‌خواهی یکی از دخترانشان بیدار شدند. دخترام همش تای خونن. زورو قروش خری کم زورو تمام کدگی بده. زورو قطیم گم نزد. ابو بکر جان ماما جان بگیرم گفته تا سکاری آمدن تخمین قطیم گب زد. اوچه جان بگیرم که درد دارم. اوچه جان بگیر درد دارم. ای گفتم خانم سوخ بچم شما را کی تحریک کرد؟ اوچه جان یک کپکسیه دیدم و برستم مانندی کرد. با گمان قتل 3 نفر ولی سفرعلی شوهر زهرا قربانوی 28 ساله را بازداشت کردند. یک منبع در ریاست کارهای داخلی کلاب گفت نسبت به مرد با اتهام کشتن چند نفر با بیرحمی مخصوص پرونده باز شد. برای این از 15 تا 25 سال زندان یا حبس ابد پیش بینی شده است. به نقل والدان، زهرا بعد از تکوب نوبتی شوهر به نزد آنها برگشته تلاش داشت با حکم دادگاه جدا شود. تهمینه دختر دیگری خانواده برای تولد طفل نخستین خود به منزل پدر آمده بود. زهرا در عریضه به دادگاه سبب تصمیمش را کوتاه موافق نآمدن خصلت‌ها گفته است، ولی نزدیکان میگویند شوهرش بارها او را لطکوب و تهدید کرده است. سفرگل دولت و مادر او از یک حادثه پیشین یاد آورد. دخترچم گرستگی بینسترینی میگم بچم با چی با گرستگی؟ میگه چای حوالی مرا بین. میگه مرا چیکارم کرده؟ من که مادرم من میبینم من میسوزم مخی کرتا دراندگی قرتق جب کردگی لابدن چقیدگی همه سیاه کبود در سر زدگی همه سیاه کبود تنو سیاه کبود. والدان میگویند با این اندیشه که خانه دخترشون ویران نشود دخالت نکردند. موقع جانب مرد به این گفته ها معلوم نیست و حادثه قتل زهرا و خواهرش را دادستانی شهر کلاب تحقیق دارد. 2 فرزند خردسال زهرا در تربیه خواهر دوگانی که مادرشان فاطمه ماندند. فاطمه که در روسیه بود در این فاجعه همراه با خواهران یگانه پسرش را هم از دست داد. به گفته تحلیلگران امکان پیشگیری از آن وجود داشت و اگر تهدیدها به زن جدی گرفته میشد کار به اینجا نمی رسید. جای داشتن تهدید کشتن 100% زود به مقامات حفظ حقوق به شعبه کارهای داخلی جای زیست با عریضه مراجعت کرده عرض کردن ضرور می باشد، چنانچه تهدید کشتن جوابگیری جنایتی را پیش بینی می کند. خود تهدید کشتن. حقوقشناس دلفروز صمد و میگوید زن برای آن شکایت نمی کند که از او خواسته می شود به خاطر نگهداری عائله در همه حالت سکوت ورزد. چنانچه از یک طرف حالتی هست که آنها باید که خود را حمایه کنند، از طرف دیگر آنها وظیفه دارند که عائله خود را نگاه دارند و چنین حالتی دشوار برای حمایه کردن منفعت‌های آنها مانعگی می‌کند و محض چنین زنها به حمایه نفران نزدیکان او محتاج می‌باشند. رئیس کمیته کار با زنان در تاجیکستان میگوید در یک سال اخیر موردهای زورآوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور زیاد شده است. در دوره حساباتی 3609 عملهای زورآوری به قید گرفته شده که نسبت سال 2024 403 حالت زیاد میباشد. دقیق نیست که چند حالت آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان با دست شوهرانشان در پی مناقشه‌های عائلوی گزارش می‌دهند. نظامیان ایران 22 اپریل 2 کشتی را در گلوگاه هرمز بازداشت کردند. آبراهای هرمز را ایران از آخر ماه فوریه پس از حمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر روی کشتی‌های خارجی بسته بود، ولی کشتی‌های خودش آزاد حرکت می‌کردند. حالا ایالات متحده آمریکا اجازه نمی‌دهد که کشتی‌های ایران نیز از هرمز گذرند. دونالد ترامپ با هدف ادامه گفتگو و سازش با ایران آتش بس را دراز کرد، ولی نشانه جدی از مذاکره دیده نمی‌شود.
همکارم خیرامان بقازاده گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. ایران دو کشتی باربر را در گلگاه هرمز بازداشت کرده است. این عمل پس از آن صورت گرفت که روز پیش دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا به نشانه از آغاز مذاکرات مهلت آتش بس را تمدید نمود. خبرگزاری تصنیم ایران نوشته است که دو کشتی باربر با جرم نقض قاعده‌های دریایی بازداشت شدند. یک شبکه خبری دولتی ایران جزئیات بیشتر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه این شناورها به منظور بررسی محموله و اسناد و مدارک به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. پس از آغاز جنگ بار اول است که ایران دو کشتی را بازداشت و مصادره می‌کند. هیچ نشانه از گفتگوی ایالات متحده آمریکا و ایران در پاکستان دیدن نمی‌شود. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ گفت با درخواست پاکستان از ادامه حمله به ایران خودداری کرده است تا با رهبران ایران گفتگو کرده به یک سازش یگانه دست یابند. همچنین ترامپ افزود که آبراهای هرمز را برای کشتی‌های ایران بسته نگه می‌دارد. مقامات ایران این را جنگ طلبی نامیدند. خبرگزاری نیمه رسمی تصنیم نوشته است که ایران درخواست آتش بس نکرده است و تهدید مقامات ایران را تکرار کرد که برای شکستن محاصره از نیرو استفاده خواهند کرد. در این شرایط ایران با برگزاری یک همایش شام روز سه‌شنبه در تهران موشک‌های بالستیکی خود را به نمایش گذاشت. هنگام بالا شدن موشک صدها نفر در خیابان پرچم‌های جمهوری اسلامی را الوانج می‌دادند. برنامه را با گزارشی از شمال تاجیکستان ادامه میدیم. تقدیر یک جوانی آسیب دیده از ناحیه باباجان غفوروف که مصیبت پس مصیبت به سرش آمد بعد از گزارش‌های رادیو آزادی به کلی تغییر کرد. نسیم عاقلوف که یگانه سرابان یعنی مادرش را از دست داد و سپس خانه‌شان سوخته و نابود شد حالا روحیه دیگر دارد. مردم زیادی پس از آگاه شدن از احوال نسیم به کمکش شتافتند تا به پای خود بایستد. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. نسیم عاقلوف دیگر مایوس و ناامید نیست. ریزاکاران و خیرخواهان برای از نوسازی خانه او مصالح بناکاری آوردند. شما و رحمان رادیو آزادی به من اینترنت تلویزیون خواهم دیده پول پرو رحمان. رادیوی آزادی در 3 ماه اخیر درباره زندگی مشکلی نسیم عاقلوف و خانواده‌اش دو گزارش داد. در ویدیوی اول مادر او برای پسر معیوبش عدالت و کمک می‌خواست. پس از نشر گزارش سازمان و شخصان یاری رسان برای طبابت نسیم عاقلوف شتافتند ولی مادرش نازنین یونس علی زاده از دنیا درگذشت و خانه‌شان شب 20 فوریه آتش گرفت. این ساکن ناحیه باباجان غفوروف میگوید بعد از مرگ مادرش تنها میزیست و هنگام سوختار با دشواری جان به سلامت برد. مقامات سبب سوختار را به احتیاطی نامیدند. اکنون وی برای زندگی آیندهش نقشه های بزرگتر دارد. خدا خواهد سلامتی نشود زن میگیرم. ما خدا به اوگیری زن گیرم نیگو کتاب شرایط من کار کردم. نسیم 43 ساله است و تقریباً 3 سال پیش در یک سانحه یا صدمه از سر و پایش سخت زخم برداشت و از راه گشتن ماند. خودش و مادرش در این حادثه صاحب سکوتر را که به او برخورده است گناهکار کردند ولی مقامات برعکس آن را گفتند. راننده سکوتر قبلا در یک صحبت تلفنی گفته بود که هرچه از دستش آمد از نسیم عاقلوف دریغ نداشت. نسیم عاقلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلندآشانه شهر خوجند کار میکرد. حالا او را همسایگان موقتا در خانه‌شان جای کردند و برایش خوراک هم میدهند. خودش روزانه در نزد آشخانه ها جای ایستادن ماشین ها را به تنظیم درآورده از این حساب پول کار میکند. نقشه دارد که پایهایش را زودتر طبابت کند و مثل پیشتر به کفشیرگری ادامه بدهد تا تمام عمر دستنیگر و محتاج نماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. مصادره اموال 4 فرزند زید سعیدov صاحبکار و سیاستمدار زندانی در مرکز شهر دوشنبه شروع شده است. 4 خانه فرزندان صاحبکار زندانی بر اساس قرار دادگاه حبس شده بود. نزدیکان زید سعید از حکم دادگاه به زینه‌های گوناگون شکایت کردند ولی قرار به تغییر باقی ماند.
خبرنگاران رادیو آزادی امروز مشاهده کردند که مقامات چیز و چاره را بیرون و خانه ها را خالی میکنند. نزدیکان زید سعیدов نخواستند با خبرنگاران گپ زنند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را در سامانه آزادیارگ و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی. خدا نگهدار.